لوازم آرایشی و بهداشتی که من برای یه هفته سفر به کیش با خودم میبرم. جالبه، من این کیف رو 2 سال پیش از خود کیش خریدم. اولین چیز که از واجباته ضد آفتابه. اینو میبرم برای بدن، ضد آفتاب اصلی. اینم میبرم برای شارژ کردن. بذار یه رنگی هم ببرم. این رنگی هم میبرم، شاید دلم خواست آرایش غلیظ کنم. خط چشمای رنگی، چون اکثر لباسام رنگی رنگی و شاده. سایه های نود و رنگی و رژگونه و کانتور. اینا یه سری براش و کانسیلر و ریمله. دستمال مرطوب آرایش پاکن گودمود، چون تو سفر آرایش پاک کردن با یه دستمال مرطوب خیلی راحت تره. چه خوشبوه. چند تا از این پدای سکه‌ای هم میبرم این کیس نیاز شد. این بیوتی بلندرم و کاش میشستم قبل رفتن. ژیلت و موچین، چون من دختر خاورمیانه‌ایم. مام و اسپره. از اونجا که حمل و نقل عطر سخت میشه به جاش بادی اسپلش میبرم. چند تا پد بهداشتی هم بردارم برای وقت مبادا. او خدا، بدون این پوستم کویر لوت میشه. یه دوره چشمم برمیداریم که خانومی از روتین پوستیش نیفته. آخری هم این بالم لب که اصلا میذارم تو کیفم. حس میکنم همه چی برداشتم. اگه چیزی جا گذاشتم شما بهم بگین.